سلام. خوش اومدید به این ویدیو. استرس نگیر بابا. تو این ویدیو قراره گردونه شانس بندازیم و اینکه رنگ انتخاب بکنیم. برای چی گفتی؟ اینم بنده خدا هم نمیدونه. خواب بیدار کردی چی توقعی داری؟ گردونه شانس میندازیم با رنگ انتخاب بکنیم. بعدش با اون مبلغی که داریم نفری 500,000 تومان. بعد چیکار کنیم؟ یه دونه من البته بازم یه گردونه میندازیم که نه، یه دونه گردونه میندازیم. برای چی گفتی؟ برای چی؟ یا صبحونه و نهار. ما بعد بین صبحونه و نهار غذا درست کنیم. هر کی بتونه غذا بهتری درست کنه یه جایزه داره. خب بلند شو بریم دیگه. پاشو بریم. وایسا. گردونه همون دیگه. خب بنزو دیدی. برس دهنم قطع کنم. رواله. آره. از خوش. وایسا ببینیم چی میاد. بردم دیگه اورنج دیگه نمیتونی هیچ کاری کنی. هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی. بزن. از خوش. رنگتون بزن. کلوزو بزن. ریمووش کردم دیگه اورنجو. خب. خیلی چیزا داری. پیدا میشه؟ آره بابا. تو نارنجی شدی، من قرمز. بریم. یا خدا دستم اینجوری گذاشتم رفتم تو من. خب آقا به اینو نظرت اونو بده من. اینو بگیر. اینو بگیر. نکن تو حالا میداره. من که افتادم صبونه. تو هم که میمونی نهار. ایوه بریم. دست خوش. 3 2 1 برو بریم. این کرده چی خدا چی بخر بخشید. حاجی سانتین و چیز نارنجی. دست خوش. نارنجیه دیگه. این از این. او 20 ثانیه وقت دارم. بودو. فهمیدم چی کنم. این هم نارنجی. یه ولی نارنجی هم بریم تا ارشیو بریم هر حساب مونده. بده. خب 3 بردم مغازه 3 2 1 برو. تایمرم نشونی. ساین تایمر. عرضم به خدمت این که الان یه پارک خوب، یه جایی مکان گود ما رو ببر. دستو بیا. دیدی دقیقا خیلی دستو بیا. اوی موده. اینجوری بگیرم. بده جی تی ای. نه اینجوری هم بیافته. بسا. خب. بسی دقیقه. این تنها چیزی که حرف نمیزنه بهداشته. چگونه آجی رفتی اسباب بازی فروشی خریدی؟
گوسفنده که تو به من چه؟ برو بابا برای توه. خب بریم گاونا. بده خب تو بده من غذای روشن میکنم. تو غذای من هیچ دخالتی نداشته. خدا بیا داشته باش. که ما کریم خریدم من که تو نمیدونی حداقل ببین. یه دونه اینا خریدم. نارنجیه دیگه. اینم نارنجیه دیگه. حالا اونم نارنجی اسمش. اون نداشتی نارنجی نداشت. صبر کن. کارو بزرگ. با روغن خودش میپزه دیگه. اون فلفلی آجی میسوزیم. نشون بده. یا خدا. فلفلش هم میخوری؟ بریز حالا. خب من روغنشو فقط میخوام بریزم. فعلا. آها یه ذره برای گلای تو خونه توضیح میدم. آره توضیح بده چجوری درست میکنی؟ خب این چون روغنش کمه خیلی تنده. ایو نه روغن کنجد اصلا 1000 تومن دوش مونده بود. جلیز بلیز میکنه؟ کاش در می آوردی که حرف خوبی نیست ولی نه برای در می آوردی زودتر چیز میشه. الان ببرم نوکرم حاجی بفرما نوکرت هم حاجی. آره ما برای این بنده خدا ویدیو میگرفتیم. موضوع ویدیوش اینه. آره از بیکاریه دیگه حاجی. بله حاجی زده به سرمون. گرونی و بیکاری زده به سرمون. نوکرت هم آقا بفرما نوکرت هم. اصلا اینجا تشکر میکنم از مادرم واقعا که مرا زایید و پدرم که مرا نان داد. فکر کنم اونو باید با قاشق هدایتش کنی. به این غذا چی میگن؟ اوه گناه بذار نمک بزن. های نمک بریزم یه مرد خود بنرده هرچی واقعا نخوری میریزم تو لباست تا ببری خونه. از تو جیبم میبرم. حاجی بفرما حاجی نوکرتم. عمیزه خوبه حاجی شورش نکن. خوبه نگاه کن یه جوری میگه الان نمیتونیم اونو بخوریم. دارم رو هوا میریزم. نونه چی؟ لواش صبح چی میخوایی؟ لواش حاجی پیشی نسوزه. بیا اینو بده پیشی. الان میدم بده پیشی. یه عاشقانه بذارم چطوره؟ ناموسواری سلام. خب رسیدیم به وعده ما. اسپاگتی خریده. چوسی رو حال کردی؟ میشه اینجوری با این لحن صحبت نکنیم؟ خیلی ماکارونی دزدیده. خرابه ها. خوبه من چرا دارم بهت میگم؟ چی بیام بگیرم اینه یه دونه اینجوری بیفته. کج نشه دستشو بگیر.
چقدر داره زحمت میکشه برای کانتنت. حالا چرا؟ من که داره برای بدیم به نیازمندا پس داریم میپخیم. اونا چیز شده؟ پخت اونا؟ تمومه؟ آره اینم برس تو یه دونهش اون دوتا میشه کنش دید تموم شد. ظرفای از آقا آمده شد اینجاست که آشغاله. اینا هم که حاجی دست شما هم نردن. حاجی ممنون فقط گم نشد. پس اینو که میندازم بره. اونی که مشنبایی آشغالا میره انداختی رفت دیگه. بله بریم اینا رو بریم دست نیازمندا، اونایی که واقعا نیاز دارن. این خدا. بعد اینکه لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و اینکه مثلا حمایت کنید در ادامه ویدیوهای خفن، یعنی یه چیزای گول دیگه میاد، منتظر باشید.